خیلی‌ها فکر میکنن اگر تمرین و تغذیه خوبی داشته باشن عضلاتشون رشد میکنه، ولی این اشتباهه. اگر یک سری نکات ریز رو رعایت نکنی، این نکات ریز اینقدر مهمه که تمام بدنسازهای حرفه‌ای این نکات رو رعایت میکنن. من کارشناس علوم ورزشی ام، تا حالا به بیش از 4000 نفر کمک کردم که به نتیجه دلخواهشون برسن و بیشتر از 600 تا عکس نتیجه دارم. یه نمونه از این نتایج علیرضا بود. هم تمرینش خوب بود، هم تغذیه‌اش خوب بود، ولی اصلا نتیجه نمیدید. دلیلش چی بود؟ دلیلش رعایت نکردن یک نکته خیلی خیلی کوچیک. فکر میکرد مشکل از ژنتیکشه، ولی این شکلی نبود. وقتی نگاه به زندگیش کردم، به کارهایی که در طول روز میکنه، متوجه شدم این آقا کنکوریه، سطح کورتیزولش بالاست و بدن توان ریکاوری بدنش به جایی که تمرکز بذاره روی بخش عضله سازی، میاد تمرکز میذاره روی رفع استرس. همین باعث میشه کل تمرین و تغذیه پوچ بشه. بهش راههای کنترل استرس رو یاد دادم. چیزی که بهش گفتم این بود: 2 ساعت قبل از خواب گوشی، همه اینا رو کنار بذاره، نور مانیتور، نور تلویزیون، همه کنار. نورهای داخل خونه تا جایی که میشه کم بشه. 2 ساعت قبل از خواب این کارا انجام بشه برای اینکه وارد خواب عمیق بشیم. وقتی وارد خواب عمیق میشی، سطح کورتیزولت پایین‌تره، سطح ریکاوری توی طول خواب بالاتره و از هورمون رشد میتونی استفاده کنی. هورمون رشد HGH که توی خواب ترشح میشه، اگر خواب خوبی داشته باشی، روند حجم گرفتن تو میتونه تا 40% افزایش بده. ولی علی امکان نداشت بتونه یه همچین نتیجه عالی رو بگیره اگر مثل همه سستی تمرین میکرد. خیلی اشتباه بزرگیه که ما همه شبیه هم تمرین کنیم، در حالی که آدما با هم متفاوتن. شاید اگر روی دست من زخمی بیفته 3 روزه خوب شه، روی دست یک شخص دیگه 1 هفته طول بکشه. به چه دلیل؟ سطح ریکاوری. تو رفیقت رفتید از یه مربی برنامه خرید، خب این آقا اسکوات داره تو برنامه‌اش، تو پرسپا داری. چه اون که اسکوات داره چه پرسپا، جفتشون یک گروه عضلانی رو درگیر میکنن. ولی وقتی جفتتون سه ستی دارین، 3 ست 12 تا، یه میزان زخم رو روی عضله ایجاد میکنید. آیا ریکاوری شما یکسانه که جفتتون 3 ست 12 تایی داری؟ یه سوال خیلی منطقی و آسونه. پس اندازه بدن خودت ست بزن. اگر میخوای مثل علی پیشرفت کنی، اگر میخوای هر هفته نتیجه رو ببینی، اگر میخوای هر هفته وزن عضله بگیری، حجم اضافه کنی، ببین با 4 ستی هم میتونی پیشرفت کنی. ولی راهی که میتونی مثلا توی 3 ماه طی کنی، رشدی که میتونی توی 3 ماه بگیری و باید 3 سال طی کنی. اگر از من راهنمایی خواستی، تلگرام آیدیشو پایین گذاشتم، بهم پیام بده.